بنابر همین من با کمال جدیت میگویم که خوب میشد اگر ما منارخی اعلان میکردیم. چرا که من قبلا هم سال 2012 اعلان کردم که ما باید وقتی رسیده است که تاجیکستان چیکار کنیم یک کشور منارخی است، شاهنشاهی. یعنی اون چیزی که ما الان داریم شاهنشاهی است، هیچ چیزی کمتر از شاهنشاهی نیست. خب پرزیدنت این چی است؟ مثلا ما پرزیدنت بگیم، خب پرزیدنت 30 سال نمیتونه پرزیدنت باشه. یعنی باور کنید اگر ما شاهیگری یا شاهنشاهی یا که مثلا منارخ اعلان کنیم بهتر و خوبتر است، یا امارت، نمیدونم، هر چیزی که دوست دارن. چون که ما مبلغای زیاد در بودجه حفظ میکنیم. باور کنید میلیون ها دلار در بودجه حفظ می شود. من قبلا هم گفتم که پارلمان کشور باید که از بین رود. ما یک کشور کوچک نیاز به 63 تا وکیل نداریم. 63 وکیل در مجلس نمایندگان است، 33 وکیل در مجلس بالایی. حالا بگی که اینا چی کار انجام میتین در یک کشوری که مثلا افتکراتی مثل تاجیکستان؟ اینا چی کار میکنن همین قدر وکیلا، همین دپوتاتا با چی درد میخورن همینا؟ بنابر همین من قبلا هم در تحلیل خود نوشته رای کردم حکومت تاجیکستان که 12 نفر مثل عربستان سعودی. مثلا عربستان سعودی یک کشور دموکراسی چی است؟ شاهنشاهی است. خب و شما میبینید کرال یا همون شاه که است، ملک امروز عبدالله است. خب به هر حال پرنس دارد، یک شاهزاده دارد به نام سلمان و اونا خوب کشور را میبرند و بهتر از ما میبرند. خب بایم به دولتن. حدود 12 نفر شورا دارند، در شوراشون تصمیم میگیرند. هیچ قانونی هم ندارن، قانونشون قانونی خب دیگه به اصطلاح اسلامی است. چرا؟ اونا بهتر از ما هستند، بهتر از ما زندگی میکنن. باور کنید در عربستان سعودی حدود 16 میلیون اهالی دارند. بنابر همین من با کمال جدیت میگویم که خوب میشد اگر ما منارخی اعلان میکردیم. چرا که مقدار زیادی بودجه دولت اکانوم میکردیم، صرف میکردیم و این مبلغایی که اکانوم میشد ما به دیگر جهات روان میکردیم، مثلا به معارف، به چی سلامتی، حفظ سلامتی مردم. تصور کنید ما همین 63 وکیلی که هر یک وکیل باور کنید $1000 معاش میگیرد هر یک وکیل. اینا ماشین دارن، اینا خانه دارن، اینا باز 100 بلا و بتر دیگر دارن. با اینا چند زنی هم دارن. این وکیلای ما میروند در ورزاباد، در هر جاها آدیخ میکنن، استراحت. همه این از حساب بودجه است، از حساب ما و شما است عزیزا. بنابر همین باور کنید اگر ما اینا را اکانوم کنیم، یعنی اینا را بیرون کنیم برای عقفای کار ختم بشه، بیان همین رسیه کار کنن، همین دپوتاتا بیان همین رسیه کار کنن، همه 2 میلیون در همین جای 63 تا دیگه بیاد چی میشه؟ هیچی نمیشه. بیان میاشون خم کنن، کار کنن، زحمت کشن، ببینن که کار چی است. شاید شکماشون مثلا خرابتر شود بدون بحث. حالا چی بحثی در مثلا در چی میشه در مجلس چی بحث میشه؟ یکم بار دیده که بحث شده است؟ نه، هر یک لایحه قانونی که پیشنهاد میشود مجلس ای را به بحث قبول میکند. طول 30 سال هیچ بحثی نشده است، هیچ بحث. کدام وقت کدام قانون رد کردن، یعنی تایید کدام قانون رد کردن که امروز دویم باشد؟ هیچی لازم نیست. حالا با چی درد میخورن؟